السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یعنی بعضی برادران سوال میکنن که منافق کیست و منافق چیست؟ نشونه منافقان ها کدام هستند؟ خصوصا در همین بابت یک حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یک آیت قرآن که اونها چقدر در عذاب مشقت سخت و وزنین گرفتار میشوند منافقه ها. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که این حال ما در مسجد پیغمبر هستیم، سبحان الله، که در همین جا و مکان این احادیث ها نزول شده هستند، این حدیث ها ثابت شده هستند. آیت المنافق یعنی نشونه منافق سه تا هست. ببینین اگر که همین فعل عمل ها در شما باشند دوستان عزیز و برادران عزیز، یا اینکه اپا یا اینکه خواهرها، از خودتان دور کنین همینا را. شاید که از سبب جهل، از سبب نادانی همینا در شما اگر که باشند، حرکت کنین همینا را از خودتان دور کنین. یعنی اولش چیست؟ نشونه منافق اذا حدث کذب، یعنی هر وقتا که سخنرانی میکنه دروغ میگوید. یعنی در حالت سخنرانیش مثلا میگه که فلانی آدم دیدم و در اونجا بود و برای من میگه پا گفت، در اصل او آدم ندید و او انسان برای یک چیزی نگفت. یعنی یک از نشانه های منافق است، دروغگویی است. دویمش و اذا وعد اخلف، یعنی وقتی که وعده میده و خلاف میکنه. مثلا بگیریم از شما پول میگیره، مثلا روزی دهم پول میگیره، روز 15 و 20 میگم و برای شما بر میگردم حتمی، یعنی وعده میدیم در کاش و قسم بخورم نعوذ بالله من رو بر میگردانم. اما متاسفانه روز دهم 20 زنگش میزنه، میگه مرا بیزار کردی با امپلات، مرا زنگ نزولی، پیدا شد خودم زنگ میزنم. یعنی چیکار کرد؟ دیگه نشونه منافق همین است. یعنی حرکت کنین، وعده دادین، بچونه که وعدتون خلاف شود زنگ بزنین یا که گفتگو کنین که بگین که برادر عزیز من با وعده خود وفا کردن نمیتونم، بخششی زد. اگر امکان باشه ما کمی صبر کن، اگر امکان نباشه ما برام چیزی خود مفروشم و وعده خلافی نکنم و نشونه منافق را در خود بر نکنم، یعنی برام لطرا بر بگردانم. سیمش امانه و اذا وعد تؤمن خانه، یعنی هر وقتا که امانت خیانت کنه. یعنی امانت چی میشه؟ امانت سخن لفظ میشه. مثلا میگه که مثال عادی بگیریم که برادر عزیز، مثال همین سخن امانت بمانه، اما متاسفانه ولی به خونه نرفته که 10 زنگ میزنه ماشاءالله مبارک شود تبریک دیگه و دیگه و دیگه. یا اینکه ماشین هم میمونی نزد خانهش، میگه دوست عزیزم همین امانت باشه نزد تو، همین ماشینی من و با همین نگاه که تو اینکه یگان کاری نشوه. خب گاو نیست برادر عزیز، میگیره ماشین تا حی میکنه، موتورش میزنه و شورت میپرتاید. میگوش برادر عزیز این امانت بود کو، چرا امانت را خیانت کردی؟ میگه من تو را زاره نکردم، میگه ماشین تا مده بده موندش حیش کردم چون آها بده برای راستش که. یعنی امانت خیانت کردین. از همین خیانت کردن تان با معامله خوب، رفتار خوب کنین. رفتار خوبم نکردین اقلا برین همون ضرری رساندگی تانه، یعنی بجا برسانین. یعنی هر اون چیزی که مصرف شدگی رسخات شدگی در از اون ماشین همون را بجاش ببرین. الله چی میگه برای این گونه شخصیت ها؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. مدرسه که منافق ها از همه آتش پسترین درک میکنن. یعنی عذاب و مشقت بالای اینا سختتر میایه از آنه که بالای کافر بیایه. کافر یه روح هست، اما منافق دو رویه هست. و مخاطر دوستان و برادران عزیز، فقط تنها به خاطر الله منافق نباشین، دوست باشین، یاری باشین. دوستی کردین فقط لوجه الله، به خاطر خدا کنین.
و اگر به خاطر پول و ملک و مال و دنیا و دیگه و هر چیزی که باشه، این موقتی است. روزی از روزها اینها می روند، باقی میمانه یاری و برادری. در خودمون میگن که یاران سه نوع هستند: نانی و زبانی و جانی. به نانی نان بده از در بیرونش بکن، به زبانی چگونه ای که به همراه سلام علیک میکنه میگونه سلام علیک بکن. به جانی جاش آمد جان تا بده، یعنی اون جانی است، برادر است که در روز سختی و سنگی، در روز پستی و بلندی در برت است، در روز شادی و خرسندی، در روز زقی و مشقتی در برت است. اون برادری جانی میگن. خدایا برای ما دوستان، یاران و رفیقان جانی نصیب بگردان. اگر که هر انسانی که از پسی ضررت باشه، یعنی یکی از نزدیکان قریبامون میگه، قول یک انسانی هست که به حد بزرگه برای ما، میگه حتی اگر انسانی که در پی ضررت باشه، حتی فرزند پدرت هم باشه، گوش مع السلام یا پسی کارش نگی، حتی فرزند پدر باشه در پی ضررت باشه، از همون خاطر والله به خاطر الله هر انسانی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه دوستشون میداریم و از الله طلب میکنیم که خداوند توفیق بندگی برای هر یک از ما و شما عطا فرماید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که کل بنی آدم خطا کلنا خطاؤون و خیرنا التوابون. همه فرزند آدم خطا میکنه، همه ما خطاگر هستیم. منم باشم خطا میکنم، تو هم باشی برادر عزیز خطا میکنی، اینکه تو هم اپای گرامی خطا میکنی، خواهر گرامی، همه ما خطاگر هستیم و بهترین ما هم است که خطای خود را اقرار میکنه و توبه میکنه و دست به دعا میکنه و از الله طلب عفو و مغفرت طلب میکنه. بیا با هم دعا کنیم که اللهم انی اسألك العافیة فی الدنیا والآخرة انك على كل شيء قدیر. بار الها برای ما نصیب گردان عافیت را، خوشبختی را در دنیا و هم در آخرت، یعنی سلامتی و تندرستی و دیگه همه این چیزا در داخل همین دعا می شوند. بر دیگه دعای رسول خدا صلی الله علیه وسلم است که همیشه دعا می کرد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. این دعا را همیشه پی در پی بخوانیم، دعا کنیم. و رسول خدا صلی الله علیه وسلم در سجودش همین دعا را می کرد اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. پروردگار دلها، دل ما را استوار بگردان، محبت دین در جای ما، در قلب ما بگردان که ما همیشه با طاعت عبادت الله باشیم. در دین تو استوارش بگردان و با طاعت تو. یا الله در این دلهای ما فقط محبت خود را جای بگردان. الله هر یک از ما و شما را هدایت کنه و توفیق بده و حرکت کنین، وقت را بیهوده صرف نکنیم. در امان الله باشین. فقط به خاطر الله دوستان می‌دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.